انگشتانش ماندگارترین چیزها بودند، با لرزش‌های کوتاه و انحناهای ساده. ریتم احساساتش را همواره در یکی از آنها می‌ریخت و بی اختیار بر تن برهنه‌ام نشانش می‌داد. احتمالاً این ناتوانی در پنهان کردن انگشتان به روزهای نقاشیش باز می‌گشت، زیرا که نقاش با انگشتانش حرف می‌زد. زبان سرخ گوشتالود ناخندارش این روزها با نخهای پوسیده قالی اتاق خاطره بازی می‌کند. موهای زنان شهرش را می‌بافد و کف دستان کودکان داستان غمگینانه خنده‌داری را قلقلک می‌دهد. کودکان نقاشی با ناراحتی می‌خندند، ریسه می‌روند. نقاش انگشتانش را بین تمامی کتاب‌ها جا می‌گذارد، بر روی علائم رانندگی، بر دیوارهای ظهیرالدوله، در میدان فردوسی، بر روی دستان مجسمه و شبانه برای پوست کندن نارنگی‌های بنفش یا حتی تکه کردن یک نان کلمات و رنگ‌ها را از روی آن می‌شوید، می‌خواند و در زیر متکایش تا صبح پنهان می‌کند. نقاش شهر بی افسانه ما با انگشتانش افسانه ها را نوازش می‌کند.